خوش اومدید، جایی که امنیت سایبری رو نه فقط خبر بلکه با تحلیل و استراتژی بررسی میکنیم. اینجا یاد میگیریم چطوری حملات سایبری رو از قبل پیش بینی کنیم، چه دامهایی برامون پهن شده و چطوری تو بازی امنیت برنده باشیم. از حملات APT تا دسیسه های گوگل، از دستگیری هکرها تا آپدیت های مهم، همه رو اینجا با یه چاشنی تئوری بازی و پیشبینی حرکت های بعدی مهاجما تحلیل میکنیم. آماده اید که دنیا را از دید یه تحلیلگر امنیتی واقعی ببینید؟ قبل از اینکه بریم سراغ حملات سایبری خفن این اپیزود، یه تشکر ویژه داریم از اسپانسرمون، اثر النتیا با حمایت آکادمی طلوع. میخوای بدونی چطوری وارد امنیت سایبری بشی؟ چطوری یه کارشناس تهدیدات بشی؟ یا اصلا چطوری خودتو تو این بازی بالا بکشی؟ طلوع اونجاست که مسیرتو روشن کنه. پس حتما سر بزن به آکادمی طلوع و ببین چی برات دارن. لینک پایین توی کپشن نوشته شده و حالا بزن بریم سراغ اپیزود این هفته. بچه‌ها، برای هر کدوم از این تهدیدهای امنیتی میتونیم الگوریتم‌های تشخیص توی سیم، آرکسایت یا اسپلانک طراحی بکنیم. برای هر حمله باید بدونیم چه لاگ‌هایی رو باید بررسی بکنیم، چه الگوهایی مشکوکن و چطور میتونیم تشخیص بدیم که یه حمله داره اتفاق میفته. پس حتما پست همین ویدیو رو هم برید بخونید، یوز کیساشو نوشتم و امیدوارم براتون مفید باشه. آپدیت جدید کروم و حذف یوبلاک اوریجین. گوگل یه قدم دیگه به سمت تبلیغات بیشتر برداشته. آخرین بروزرسانی کروم نه تنها یوبلاک اوریجین رو غیر فعال کرده، بلکه پیشنهاد میکنه که کلاً حذفش کنید. یعنی چی؟ یعنی جنگ بین کاربرایی که دوستدار حریم خصوصیان و گوگل داره جدی‌تر میشه. تحلیل ما: گوگل داره کنترل بیشتری روی درآمدهای تبلیغاتی خودش اعمال میکنه و این یعنی آزادی کمتر برای کاربرا. به نظرتون واکنش جامعه چیه؟ آیا قراره یه مهاجرت بزرگ از کروم به مرورگرای دیگه ببینیم؟ آسیب‌پذیری خطرناک در کیبانا. الاستیک یه آپدیت فوری داده بیرون. یه آسیب‌پذیری تو کیبانا کشف شده که اگه مدیر سیستمی و ویور رول دارید، یه مهاجم میتونه خیلی راحت کد مخرب اجرا بکنه. تحلیل ما: این نوع آسیب‌پذیری ها نشون میدن که امنیت یه سیستم به اندازه ضعیف‌ترین حلقه‌اش قویه. آیا تیم‌های امنیتی بروزرسانی رو جدی میگیرن یا باز قرار چند ماه دیگه یه نشر اطلاعاتی خیلی بزرگ داشته باشیم؟ تلویزیون‌های اندرویدی که از قبل آلودن. بیش از 1,000,000 دستگاه اندروید تیوی استیک که از چین اومدن از قبل با بدافزار آلوده شدن و دارن تبلیغات مخرب نشون میدن. تحلیل ما: این یعنی زنجیره تامین سخت افزاری همچنان یه تهدید جدی برای کاربرای عادیه. سوال ما اینجاست: آیا کاربران گزینه‌ای دارن که تلویزیونایی بخرن که مطمئن باشن از اولش هک نشده باشن؟ پژوهش جدید سنس درباره APT ها. سنس مقاله منتشر کرده که نشون میده حملات APT چطوری تو شبکه‌های سازمانی جا خوش میکنن. خودشون رو جای کاربرای مجاز جا میزنن و قبل از اجرای هدف اصلیشون ماها نامری میمونن. درسته که کشف APT ها سخته، اما یه تیم باهوش و مجهز به تحلیل های تئوری بازی میتونه قبل از اینکه دیر بشه حرکاتشون رو حدس بزنه. اخراج های NSA و تهدید امنیت سایبری آمریکا. راب جویس، رئیس سابق امنیت سایبری NSA، به کنگره هشدار داده که دولت جدید میخواد تعداد زیادی از کارکنان فدرال رو اخراج کنه و این میتونه امنیت سایبری ایالات متحده رو فلج کنه. تحلیل ما: تیم‌های امنیتی دارایی‌های استراتژیکی کشورن، ولی سیاست‌ها میتونن این دارایی‌ها رو از بین ببرن. چقدر این تصمیمات باعث کاهش توانایی آمریکا در مقابله با چین میشه؟ مشکل نامگذاری هکرها در اجرای قانون.
یه مأمور امنیتی توی سخنرانی گفت که نبود یه استاندارد واحد برای نامگذاری گروه‌های هکری دستگیریشون رو خیلی سخت کرده. گروه‌های تهدید از نقاط ضعف در ساختارهای قانونی سوء استفاده می‌کنن. حالا که قضیه لو رفته، آیا قرار تغییری ایجاد بشه یا همچنان این مشکل ادامه داره؟ هوش مصنوعی جدید گوگل برای مقابله با کلاهبرداری. گوگل یه سیستم هوش مصنوعی جدید برای تشخیص کلاهبرداری‌های متنی توی اندروید معرفی کرده که میتونه همزمان در طول مکالمه هشدار بده. اگه این سیستم واقعا خوب کار کنه میتونه کلاهبرداری‌های اینترنتی رو زمینگیر کنه، ولی آیا این یعنی نظارت بیشتر روی پیام‌های کاربرا؟ آسیب‌پذیری‌های جدید در لینوکس و VMware. CSA 3 تا باگ جدید رو به لیست آسیب‌پذیری‌های اکسپلویت شده خودش اضافه کرده که شامل باگ خطرناک تو کرنل لینوکس، 3 تا آسیب‌پذیری توی ورک استیشن و VMware E6i هست. مهاجما دارن از این باگ‌ها استفاده میکنن. اگه شما هم این سیستم ها رو دارین تا 25 مارس آپدیت کنید، وگرنه احتمال داره یه مهمون ناخونده داشته باشید. آمریکا هکرهای چینی رو متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا علیه APT 27 و آیسون پرونده باز کرده. این گروه ها از سال 2011 تا کنون حمله های گسترده به دولت های آمریکا و آسیا، مخالفای چینی و یک سازمان مذهبی مهم در آمریکا انجام دادند. این پرونده ها تاثیر زیادی روی جنگ سایبری بین چین و آمریکا داره. حالا ببینیم چین چطوری واکنش نشون میده. هک ATM ها در آمریکا. تو آمریکا 2 نفر به جرم جک پاتینگ در دستگاه‌های ATM دستگیر شدن. این دزدها حدود $187,000 به جیبشون زدن. حمله به ATM ها همچنان یه روش محبوبه. به نظر شما سیستم‌های بانکی چقدر باید مقاوم بشن تا این حملات متوقف بشه؟ گروه هکری هانترز اینترنشنال حمله به تاتا رو تایید کرد. این گروه تهدید کرده که 1.4 ترابایت داده های مهندسی شرکت تاتا تکنولوژیز رو منتشر میکنه. آیا این یه حمله صرفاً مالیه یا یه حرکت استراتژیک توی جنگ سایبری علیه صنایع هنده؟ خب یادتون هست سالت تایفون، ولت تایفون و حالا گروه چینی سیلک تایفون به ابزارهای آیتی نفوذ میکنه. مایکروسافت ترت اینتلیجنس گزارش داده گروه سیلک تایفون داره از API های دزدیده شده، پسوردهای لو رفته و مدیریت از راه دور برای دسترسی به شبکه‌های قربانی‌ها استفاده میکنه. این یعنی هیچ ابزاری امن نیست. شرکت‌ها باید بدونن که دفاع سنتی دیگه جواب نمیده. و همچنین بهتون میگم ما 2 تا اپیزود کامل در مورد ولت تایفون، سالت تایفون، نحوه دیتکشنش کامل صحبت کردیم و حتی یوز کیس هاش رو داخل پست ها درج کردیم. این بود یه اپیزود دیگه از اثر النتیا. دنیای امنیت سایبری همیشه در حال تغییره، ولی ما جلوتر از بازیم. حملات رو پیش بینی کن، تحلیل کن و بازی رو عوض کن. اگه خوشت اومد حتما کامنت بذار، سابسکرایب کن و این اپیزود رو با اونایی که امنیت براشون مهمه به اشتراک بذار. تا اپیزود بعدی امن بمانید. This is the Alentia effect. Stay informed.